السلام علیکم داملای محترم، درود و رحمت خدا بر شما باد. من از 35 کیلومتر راه دور به این مسجد شما می آیم و شما را بسیار دوست می دارم. یک سوال دارم، میگویند که کور دشمن خداست و کر دوست خداست. آیا اینها را خدا خودش کور و کر نکرده است؟ البته در مقال ما و شما هست که کور دشمن خداست و کر دوست خداست. لیکن این را ما و شما میتونیم از سوره انفال، خدا میگه استعیذ بالله ان شر الدواب عند الله الصم البکم الذین لا یعقلون. به درستی این که بدترین شما، بدترین جنبنده در روی زمین کیست؟ کوران و کران و گنگان هستند. کورها، گنگها، کران، اینها دشمن خدا هستند. حتی در سوره دیگر چی میگه؟ در سوره اعراف آیت 179 میگوید اولئک کالانعام بل هم اضلوا اولئک هم الغافلون. این کورها، این گنگها، این کران از حیوان هم دیده پستر هستند. اینا طایفه غافل ها هستند. لکن مقصد از این کور و کر و گنگی که در بین ما و شما زندگی میکنند اینها نیستند. کوران کسانی هستند که حقیقت را میبینند و پیرو نمیشوند. گنگها کسانی هستند که حقیقت را میدانند و نمیگویند. کران کسانی هستند که موعظه برای آنها شنیدن خیلی مشکل است. گپ حق را شنیدن نمیخواهند. اینا کران هستند. هر کسی که اگر یک عمل ناصواب میبیند، چگونه پیغمبر گفتند اذا رأى منکم منکرا فلیغیر بیده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه و ذلك اضعف الایمان. کدام شما اگر یک کار نامشروع را میبینید، یک کار ناصواب میبینید، در خاندانتان مثال میبینید یک کارهای حرام در بالای دسترخوان‌ها چیزای حرام که میبینید، با دستهاتون تغییر بدین، این زمان شما بینا هستید. شما این زمان کور نیستید. وقتی شما چیزی حرام میبینید، کار حرام میبینید، لکن چشم میپشین میگین ای خیر خودش جوابش میگوید، این حالت شما کوران هستید. یا اینکه شنیدن امر معروف و نهی منکر برای بعضی از برادرها اگر دل خراش باشن، اونا کران هستند. و اگر بعضی انسان هایی که حقیقت نمیگویند، اونها گنگها هستند. اینا را خدا چی گفت؟ اولئک کالانعام، اینها حیوان هستند. بل هم اضلوا، حیوان هم خوبتر از خدا، از حیوان هم دیده پستر هستند. اینا کرها و گنگها و کوران. مطلب از این است، نه این کورهای مادرزاد و نه این که به سبب بیماری ما و شما کر میشیم، گنگ میشیم و دیگر کسالات مبتلا میشیم. اینا در نزد خدا دشمنی هم ندارن. اینا برعکس در نزد خدا اگر عابد باشن، عبادت کننده باشن، ثوابهای جزیل صاحب میگردن.